قدیما مردم از خرما، روغن حیوانی، نمیدونم کنجد، این چیزا استفاده میکردن، همیشه استخون بندیشون محکم و سالم بوده. من بعضی شبا دیر از سر کار میام، هوس تخم مرغ خرما میکنم. تا حالا نمیدونم تخم مرغ خرما خوردین یا نه، برای صبحانه هم که فوق العاده است. چون تنبلیم میشه بشینم 2 ساعت هسته خرما رو بکنم، الان نشستم هسته خرما رو در آوردم و اینم روغن حیوانی آب شده است، میریزم روی خرماها. هم خاصیتشون رو بیشتر میکنه و هم اینکه راحت یه قاشق ازش میذارم توی مایتابه، یکم که داغ شد و نرم شد یه طرفشو تخم مرغ میزنم، با یه ذره کوچولو نمک بزنیم. کنجدم میتونین بهش اضافه کنین، خیلی خاصیت داره، فوق العاده خوشمزه است. این یک غذای فراموش شده است. تخم مرغ خرما رو